نفسک. ای پروردگارا، او قدری که تو ذات تو سزاوار شناختن ای، ذات تو شناختن عبادت ای نشناختم و عبادت کرده نتونستم. برای همو در کتاب ها میارن که یک قسم ملائکه های از زمانی که او را خداوند جل و علا خلق کرده است تا روز قیامت تقدیس خداوند میکنن در رکوع. چی میگن؟ میگن سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. یعنی یک گروه ملائکه های او در چی است؟ تقدیس خدا را میکنن در سجده، میگن سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. یعنی پاک از خداوند جل و علا آنچنان خدایی که رب من که چیه؟ از بزرگ است، کلان است، گفتگی میشه بزرگ مرتبه است. و سبحان ربی الاعلی، خداوند جل و علا بزرگ مقام و بزرگ مرتبه است گفته. انا میخواد تقدیس دارن. اینها تا روز قیامت تسبیحشان همیه، بعضی در رکوعن، بعضی در سجدهن. همین ها میگن که ما عرفنا که حق